بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالم که در خدمت شما قرار گرفتم از یکی دیگر از برنامه‌های سراب شبهات. بینندگان عزیز و گرامی، همچنان که در جریان هستید، در برنامه گذشته پیرامون تهاجم فکری یا جنگ فکری صحبت کردیم و برخی از تطورات و برخی از مسائلی که ارتباط به جنگ فکری داشت را به خدمت شما عزیزان عرض کردم و مسائل را به خدمتتان بیان نمودم و گروه هایی که در حقیقت در پشت پرده کار میکنن و علنا کار میکنن برای نابود کردن کیان اسلامی و برای از بین بردن فکر و اندیشه اسلامی، به خدمت شما عزیزان و بزرگواران مسائل را عرض کردم و گفتم که گروه اول همانا صلیبی ها هستند و اینها خیلی تلاش دارند و خیلی کوشش میکنند و از زیر مجموعه اینها تنصیر به وجود می آید، خاورشناسان به وجود می آیند و یا مستشرقین و نیز صهیونیست ها هم دخالت بسیار شدیدی در این قضیه دارند به خاطر اشغال کشورها و سرزمین‌های اسلامی و سرزمین‌های اصلا به صورت کلی سیطره بر بشر و استعلا و چیره گشتن بر بشر. این علاقه شدید و درونی که در صهیونیست‌ها وجود داره و دوست دارن که جهان را در زیر سیطره خود در بیارن و علاقمند هستند به این موضوع. و نیز در کنار اینها و قوت بزرگی که برای اینها قرار میگیره تا اینکه اینها به این خواب خود، حالا به هر صورت به این خواب خود دست بیابند و به شکل از اشکال بتانند که در برنامه‌های خود موفق باشند، استعمار هست. استعمار هم تلاش فراوانی میکنه که از این دو گروه استفاده بکنه و اینها را مورد استعمال خود قرار بده تا اینکه بتونه از این طریق به هر حال سیطره داشته باشه بر دنیا و سیطره داشته باشه بر کشورهای اسلامی. چرا؟ دلیل چیه؟ دلیلش در اهداف جنگ‌های فکری نهفتیه. دلیلش در اهداف جنگ‌های فکری نهفتیه که مادامی ما بدانیم که روی چی اهدافی و روی چی مقاصدی فعلا جنگ‌های فکری روان هست، قضیه برای ما حل میشه. چرا غرب علنا دشمنی بر علیه اسلام را شروع کرده و به هر حال خیلی تعجب آور، من یعنی چند روز پیش یک خبری را دیدم در یکی از رسانه‌های خبری که گروهی جمع شدن از افرادی که به هر حال خودشان را متفکرین اسلامی میدانند که یقینا من یقین و باور کامل دارم که از الفبای اصول و مبانی اسلامی هم آگاه نیستند، ولی به هر صورت این یکی از برنامه‌های غرب است که افراد را خواسته باشه بزرگ کنه، الفاظ گنده و الفاظ و القاب بزرگ برایشان میگه و بعدا اونها رو در جهان مطرح میکنه به عنوان افراد دانشمند و افراد پژوهشگر و افرادی که به هر حال کارشناسند در امور اسلامی و علوم دینی. خب اینها آمدن که یک مجمعی را تشکیل بدن به نام اسلام سیکولار. اگرچه روی قضیه تطرف یا روی قضیه افراطگرایی و روی قضیه اسلام معتدل تلاش فراوان شده در سالهای متمادی و سالهای که ما به هر حال زندگی میکنیم، به خصوص در این اواخر، در این سالهای اخیر تلاش فراوان شده که در کشورهای اسلامی اسلام را به دو دسته تقسیم کنند، یک اسلام افراطی، یک اسلام معتدل. و اسلامی که من البته این نکته را به خدمت شما عزیزان عرض بکنم، برادران و خواهران بزرگوارم و بینندگان عزیز و گرامی، قضیه افراط به جای خود، ولی اینها تعریف افراط را نمیفهمند، تعریف
رادیکالیسم را نمیفهمند که رادیکال یعنی چی. فرد رادیکال کی هست؟ فرد افراطی کی هست؟ تطرف یعنی چی؟ درست متاسفانه تعبیر این را برای جهان اسلام معرفی نکردن. درسته با اصل اسلام دین معتدل هست، ما اسلام افراطی و اسلام معتدل نداریم. اسلام خودش دین وسطه و جعلناکم، الله سبحانه و تعالی میگه که ما شما را امت وسط قرار دادیم. امت وسطا، شما را امت وسط قرار دادیم، امت میانه و امت معتدل قرار دادیم. اما ای که آنچی در اسلام هست به آن افراطیت گفته بشه، این واقعا جرم و جنایته و افراطی خواندن قرآن و افراطی خواندن سنت پیامبر و افراطی خواندن شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. بله، افراط بدین معنا که آنچی از دایره اسلام و از حد و حدود و از مرز اسلام خارج باشه، یک شخصی در آن افراط بکنه، زیاده روی بکنه و غلو بکنه، یک شیئی که لازم نیست آن را لازم بدانه و معنای درست و مفهوم درست مسائل اسلامی را نفهمه، به این میگن افراط. و بعد روی این قضیه زیاده روی بکنه و غلو بکنه، به این میگن افراط. اما عمل به تک تک از مسائل اسلامی به این افراط گفته نمیشه، بلکه عین اعتدال و عین توسط هست. اما متاسفانه امروز ما میبینیم که در جهان متاسفانه روی این قضیه به شدت کار میشه، حتی تا جایی که چند وقت پیش در یک از کشورها مسجد ساختن که زن و مرد در کنار هم نماز میخوانن و زن امامشان میشه و بعد میگن همین اسلام معتدل. نه، این اسلام معتدل نیست، این بیرون شدن از اسلام و این پشت پا زدن اسلام و این نابود کردن اصول و ثوابت اسلامیه و هیچ ربطی به اعتدال نداره، بلکه اوج گمراهی و اوج نادانی افراد را نشان میده که به هر حال همچون کارهای انجام بدن و بعد اسم این مسجد گذاشته میشه که در اینجا مسلمان های معتدلن. اما زن مسلمان اگر حجاب گرفته، اگر مرد مسلمان به دینش پایبند بود، نه دیگه اینها افراطی هستند، اینها افراطیونند و باید با اینها به شکل دیگری برخورد بشه. بله، ما ضد افراطیم، افراطی که اسلام گفته، نه افراطی که امروز جهان غرب برای ما معرفی میکنه. خب به هر صورت عزیزان، حرف من روی این بود که اینها متاسفانه زیر این پوشش ها و زیر این چتره ها کار میکنن. برای چی؟ هدفشان چیه؟ و همین جنگ فرهنگیه، همین جنگ فکریه که ذهن مسلمان را از مباحث و مسائلی که باید با آن بیاندیشه و ذهنش آغشته با آن باشه و مشغول با آن باشه، ذهنش و فکرش و اندیشهش را از اون جهت میکشن به یک جهتی که خودشان میخواهند. چرا؟ تا اینکه بتوانند به صورت درست در دنیا سیطره داشته باشند، تا اینکه کسی در برابر اینها ایستاد نشه. هر کس خواسته باشه برنامه های اینها را افشا بکنه، هر کس خواسته باشه از خاک خود دفاع بکنه، هر کس خواسته باشه از کیان خود و از فرهنگ خود و از اندیشه خود دفاع بکنه، مهر افراطیت باید بر پیشانی او زده بشه توسط اینها و شاگردان اینها و کسانی که در مدرسه اینها و در جریان اینها داخل هستند. چرا؟ به خاطر این که اگر مسلمان واقعا به دینش عمل کنه، استعمار را نمیپذیره، استعمار را بر نمیتابه. و اگر یادتان باشه من در برنامه گذشته هم گفتم این قضیه را مطرح کردم به خدمتتان دوستان عزیزم که بعد از شکست در برابر مسلمان ها از نقطه نظر سیاسی، از قوت سیاسی، روی آوردن به مسائل استشراق یا خاورشناسی و مکاتب و جریانهای مختلفی از جمله استشراق باز شد برای بررسی متون اسلامی و بررسی علوم اسلامی و بعد استفاده کردن این علوم اسلامی بر علیه مسلمان ها. و زیر این خاورشناسی، جریان خاورشناسی و جریان استشراق، مکاتب و شاخه ها منشعب شد، به وجود آمد در میان فرقی که امروز یا در میان جریان های فکری که امروز
موجوده که ان الله در جایش به آنها میپردازیم. اما اهداف اینها چیست دوستان عزیزم؟ من روی این قضیه میخوام که زیاد مانور بدم و روی این قضیه میخوام زیاد صحبت بکنم و میخوام که جوانان عزیز به خصوص در یک بیداری کامل قرار داشته باشید، اهداف اینها را بفهمید. چرا این جنگ فکری را برا انداختند؟ چرا؟ اگرچه یکی از اهداف آنها را گفتیم که قضیه استعمار و قضیه عدم توان سیاسیشان و قدرت سیاسیشان در برابر مسلمان ها بود که به هر حال جنگ سرد را برا انداختن که همین جنگ فکری هست و یقینا یکی از قضایا سیطره بر مسلمان ها و اشغال سرزمین های اسلامی هست و شما میدانید که چرا اینها روی به طرف کشورهای اسلامی و سرزمین های اسلامی میارن و چرا اشغال میکنن. دلایل بسیار زیادی داره دوستان عزیزم، دلایل متعددی داره که در جای خودش باید با آن هم پرداخته بشه که به صورت خلاصه در اینجا به خدمتتان عرض میکنم و بعد ان شاء الله وارد مباحث اهداف میشیم که اهداف جنگ فکری چی هست. شما میدانید که کشورهای اسلامی پر از معادنه، یعنی قضیه اقتصادی هم اینجا مطرحه، قضیه اقتصادی هم اینجا مطرحه. کشورهای اسلامی و سرزمین های اسلامی که امروز مسلمان ها هستند یا شرقی ها، سرزمین هایشان پر از معادنه، پر از خوبی هاست. خیلی از معادنی که در این کشورها پیدا میشه در دیگه جاها پیدا نمیشه. از نفت این کشورها استفاده میکنن، از طلاهای اینها استفاده میکنن، از سنگه های قیمتی آنها استفاده میکنن، یا به تعبیر بگم میدزدند. یک بهانه میگیرن اونجا را حمله میکنن، بعد معادنشان را میدزدند. و هم از نظر سیاسی در حقیقت از نظر استراتژی، شما اگر ببینید از نظر استراتژیکی خیلی مهمه این قضیه. به خاطر سیطره داشتن بر کشورهای دیگر این سرزمین های اسلامی را اشغال میکنن و بعداً اهدافی که دارن در اونجا پیاده میکنن. و قضیه دینی و قضیه فکری هم مطرحه که از این آب گلالود کلیساها حد اعلا و حد اکثر استفاده را میبرن. مبشرین مسیحی و دعوتگران مسیحی را میفرستند داخل کشورهای اسلامی و علنا دعوتشان را شروع میکنن. یعنی اهداف زیاد دوستان عزیزم، اهدافی که برای اشغال کشورهای اسلامی دارن و این جنگ فکری برای انداخته میشه تا این بساط استعمار هموار بشه. وقتی بساط استعمار هموار شد این اهداف خود به خود به وجود میآید. اینها اهداف استعماره. برای چی؟ برای از بین بردن کیان اسلامی، برای از بین بردن هویت اسلامی، برای زیر سوال بردن فرهنگ ملی و فرهنگ اسلامی مسلمان ها. خیلی راحت همه آنچه که به عنوان هویت یک فرد گفته میشه همه را زیر سوال میبرند، همه مقدساتش را زیر سوال میبرند، چیزی برایش نمیگذارند، حرفی برایش نمیگذارند، کاری برایش نمیگذارند، همه چیز را نابود میکنند. سرزمین هایشان را هم از نظر ظاهری و فیزیکی نابود میکنند و هم فکر و افکار و اندیشه های آنها را گندیده میکنند و متعفن میسازند با افکار متعفن و گندیده خودشان، افکاری که اصلا خودشان از آن بیزارند و خودشان را به این بدبختی ها انداخته، دیوانه کرده آنها را، روانی ساخته که آمار خودکشی ها در کشورهایشان به حد اعلاست. همون افکار پوسیده و افکار متعفنشان را باز میارن در فکر جوان مسلمان قرار میدن و جوان مسلمان هم بدون اینکه بفهمه از کجا خورد، از کجا این فکر به ذهنش ترزیق میشه، از راههای مختلف استفاده میکنن که انشاءالله در بخش وسایل آنها صحبت میکنم. در بخش وسایل جنگ فکری که از چی وسایل استفاده میکنن و از چه ابزار استفاده میکنن انشاءالله به صورت تفصیل صحبت میکنن. حالا اهداف اینها چیست دوستان عزیزم؟ اهداف طرح جنگ‌های فکری و
تهاجمات فکری بر امت اسلام و جوانان اسلام در کشورهای اسلامی چی میخواهند؟ اولین امر تشکیک در اذهان جوانان مسلمان هست، شک انداختن، آنها را دوچار شک کردن نسبت به اعتقادات و نسبت به باورهایشان و بی‌توجه ساختن آنها در برابر اعتقادات و باورهایشان. و این شک انداختن از طرق مختلف صورت میگیره دوستان عزیزم. گاهی اینها به صورت مستقیم داخل میشن و این افکار پوچ و افکار وارداتی خودشان را در اذهان جوانان مسلمان ترسیخ میکنند، به صورت مستقیم خودشان داخل میشن و گاهی پشت پرده قرار میگیرن و افراد فروخته شده و افرادی که در حقیقت اینها خودشان را در برابر غرب و در برابر دشمنان اسلام ضعیف و زبون میدانند، در برابر آنها احساس ضعف کرده و تمام مقدساتشان و تمام آنچه که بر گردنشان لازم هست باید به آن اعتقاد و باور داشته باشند، همه اونها را پشت پا میزنن و فکر و اندیشه ایشان را و خودشان را میفروشن و در دسترس دشمنان قرار میدن، در دسترس غربی ها قرار میدن، در دسترس کسانی قرار میدن که اونها نه به فکر مسلمان ها باور دارن و نه به اعتقاد مسلمان ها باور دارن و نه هم میخواهند که این مباحث مطرح بشه. دقت کردید؟ این افراد از اینها استفاده میکنن. برای چی؟ برای شک انداختن در اذهان جوانان، آشفته نمودن عقاید و افکار مسلمان ها و همچنین اونها را نسبت به فرامین الله و پیامبر بی توجه می سازن. چگونه؟ این هم راههای مختلفی داره. اولا شک انداختن در مورد خود قرآن کریم، شک انداختن در مورد سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و این اعلان هایی که امروز مثلا و سر و صداهایی که امروز زیاد بلند شده، قضیه دور انداختن حدیث و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم که انشاءالله من در جایش به فرقه گمراهی که امروز هستند به نام قرآنیون که خودشان را مسما میکنند به قرآنیون که حقیقتا از قرآن خیلی دورن و من یقین و باور دارم که به قرآن باور ندارن اینها، درست؟ و این فکره و این اندیشه امروز در جهان غرب در میان جوانان مسلمان متاسفانه نفوذ کرده و دعوتگران به سوی جهنم و دعوتگرانی که خودشان را به هر حال مسلمان واقعی میدانند و خودشان را قرآنی میدانند به شدت بر علیه اعتقادات مسلمان ها و بر علیه باورهای مسلمان ها کار میکنند و هدفشان هم شک انداختن در مورد سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. دوستان عزیزم، این افراد، کسانی که یعنی به عنوان مسلمان در جوامع اسلامی بر علیه اسلام کار میکنند و فکری و اندیشه اسلامی را فکره و اندیشه متحجرگرایانه و متعصبانه و کورکورانه و رادیکال، یعنی به عنوان رادیکال اون را میشناسن، یعنی افراطی، همه اینها دوستان عزیز و بزرگوارم، اینها درجه به درجه به این حد میرسن و آخر یک آتئیسم کامل میشن. این افرادی که خودشان را در دسترس غرب قرار میدن، اولین کاری که میکنن از حدیث شروع میکنن. این اولین مرحله ایشان هست. نه البته ببخشید، قبل از آن اولین مرحله تاخت و تاز کردن بر ائمه و علمای اسلامی، امامان بزرگوار اسلام،
اولین قدم تاخت و تاز کردن بر اینها و زیر سوال بردن اینهاست. بعداً وارد مرحله بعدی میشه، راویان دین ما را زیر سوال میبرن. صحابه پیامبر، کسانی که بیشترین خدمت را به اسلام کردن، اونها را زیر سوال میبرن. از ابی هریره شروع میکنن، به ترتیب میهن پایین. این مرحله دومه. مرحله سوم اصلا حدیث را انکار میکنن، یا به تعبیری بگیم احادیثی که خودشان تقسیم بندی میکنن، حالا به همون تقسیم بندی جاهلانه خودشان، نه تقسیم بندی که علما و اهل اصطلاح و کسانی که اصولی هستند در بخش حدیث تقسیم میکنن. نه، این تقسیم بندی جاهلانه ای که اینها میکنن. حدیث متواتر و حدیث خبر واحد، خبر واحد را انکار میکنن. مرحله بعدی خبر متواتر هم انکار میشه. به صورت کلی حدیث را انکار میکنن. به چی دلیل؟ به این دلیل که والله این راویان اینها هر کس آمده یک چیزی گفته. متوجه شدید؟ در حالی که همون قرآن کریم را هم که قبول میکنه، از همون راویان قبول میکنه. متوجه شدید؟ خب هدف چیست؟ هدف زیر سوال بردنه. هدف به شک انداختن اذهان عمومی است. هدف اینه که مردم را به شک بیاندازن نسبت به دینشان، نسبت به باورشان، نسبت به اعتقاداتشان، نسبت به پیامبرشان، که این روایات نمیدانم افراطیت به وجود میاره. نعوذ بالله، نعوذ بالله. اما اعتقاداتی که خودشان نشخوار میکنن از بزرگانشان و افکاری که خودشان در ذهنهای گندیده خود دارن، اگر مرور کنید از اونها رادیکالتر کسی دیگه در دنیا پیدا نمی کنید. من این را با جرأت میگم. به تمام اینها این چالش من هست و تحدی من هست. حاضرم ثابت کنم که رادیکالتر از این مردم در دنیا وجود نداره، ولی در لباس دیگری، در لباس دیگری. اعتدال اصلا در فکرشان نیست. بله، زیاد حرفهای نرم و چرب میگن که ما باید احترام داشته باشیم به افکار دیگران و اندیشه دیگران و عقاید دیگران، و خودشان در رأس طلایه‌دار اتهام بندی و شک انداز ترین ها هستند و به شکل از اشکال پرچمدار هستند. برای چی؟ برای اینکه اسلام را یک دین بد نشان بدن، پیامبر را یک کسی دیگر نشان بدن. به اعتقادات مسلمان ها تاخت و تاز میکنه، بعد میگه که ما باید به اعتقادات یک دیگر احترام داشته باشیم. هدفش چیه؟ میخواد زیر این پوشش دعوتگران اسلامی را غایب بسازه که نه، شما به من کار نداشته باشین، من هر کاری که میکنم به من کاری نگیرید، چیزی به من نگید، بگذارید که من حرفم را بگم. اما در برابر خودش به حدیث پیامبر تاخت و تاز میکنه، به ائمه بزرگوار تاخت و تاز میکنه، به علمایی که حرف از قرآن و سنت میزنن تاخت و تاز میکنه، دشنام میده، اونها را تکفیری میخوانه، افراطی میخوانه، هر چی که به دهانش میگه، اونها را مسخره میکنه، دشنام میده، سب و شتم میکنه. باز حرف از گفتگو میزنه، حرف از پذیرش افکار و اندیشه ها میزنه. هدف چیست؟ هدف اینه که این آدم میخواهه که شما برایش چیزی نگید، هر کاری که میکنه باشه بکنه، هر حرفی میزنه باشه بزنه، کسی جلوش نیسته، کسی برایش چیزی نگه که تو چرا چون این گفتی. خودش تاخت و تاز میکنه، توهین میکنه، دشنام میده، حمله میکنه، اما کسی خواسته باشه دفاع کنه، افراطی خوانده میشه، متحجر خوانده میشه و خیلی از حرفای دیگری که خودشان به هر حال از طرف بادارانشان یاد گرفتن برای این که مسلمان ها را از اصل و اساس دور بکنن. خب میان سر سنت را انکار میکنن. به صورت کلی حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم توسط اینها انکار میشه و حجت های واهی، دلایل واهی، چون هدف خیر نیست، هدف فهمیدن نیست. بدین جهته که شما نمیبینید که اینها بیان در برابر علما، در برابر دعوتگران اسلامی استاد بشن و با اونها گفتگو بکنن و مناظره بکنن. نه، این حرفا نیست. فرار میکنن همیشه. میگن هر کس اختیار خودش را داره، هر چی دلش میخواد بگه. شما چرا ما را با مناظره و به گفتگو میطلبید؟ ما قرائت خودمان را از دین مطرح میکنیم. نه، این قرائت تو نیست، این جهالت توست.
یعنی چه قرائت خود من را از دین مطرح میکنم؟ شما مگر در حدی هستی که قرائت داشته باشی از خودت؟ قرآن کریم را درست از رو نمیتونه بخونه، روخانه قرآن را بلد نیست، چی برسه به این که مفهوم و ترجمه قرآن بفهمه. بعد میگه قرآن برای من کافیه، من حدیث رو نمیخوام. تو قرآن رو هم نمیفهمی. همون قرآنی که میگی، همون قرآن خیلی واضح میگه من یطع الرسول فقد اطاع الله. کسی که اطاعت از پیامبر میکنه به تحقیق اطاعت از الله کرده. همون قرآن وظیفه پیامبر را تبیین و تفسیر قرآن میدانه. الله میگه که ما قرآن برای تو ای پیامبر فرستادیم لتبین للناس، تا تو برای مردمان را واضح بسازی، آشکار بسازی. این تفسیر پیامبر در کجاست؟ آیا چیزی جز حدیث پیامبر هست؟ بدون شک نه. همین قرآن میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیامبر هیچ حرفی از پیش خود نمیزنه، نطق نمیکنه مگر به حق و مگر آنچه که از جانب الله متعال برایش وحی شده. اما نه، میه خیلی واضح حدیث پیامبر رد میکنه، میگه من قرآن رو قبول دارم. قرآن رو قبول نداری، یقینا قرآن رو قبول نداری. الله متعال در چندین جا قضیه حجت بودن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را در قرآن ذکر میکنه. اما تو همه این آیات را نادیده گرفته و به سمت سوی گمراهی میره. چون هدف چیه؟ هدف به شک انداختن اذهان عمومیه. جالب، حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی یک شی مطلق را مقید میکنه، گاهی یک شی عام را خاص میکنه. اینها مباحث اصولی دوستان عزیزم. حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم تفصیلات را ذکر میکنه. الله متعال میگه و اقیموا الصلاة، شما نماز بخوانید. تفصیل این را حدیث پیامبر میگه که چگونه نماز بخوانید. الله متعال به صورت مجمل در قرآن میگه و آتوا الزکاه، زکات بدهید. اجمال تفصیل آن را در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میابین که چگونه زکات بدین، چگونه باشه، نصاب چی هست، در چی زمان بر ما فرض میشه و خیلی از مسائل دیگری که مرتبط به زکاته. الله متعال میگه حج کنین، ولی تفصیلش در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میآید. هدف اینها چیست؟ که اسلام را یک دین غیر کامل جلوه بدن. اسلام را یک دین غیر کامل جلوه بدن. الله متعال قرآن فرستاده برای رسول الله علیه السلام و برای همین پیامبر میگه لتبین للناس، ای پیامبر تو باید این قرآن برای مردم واضح بسازی. و پیامبر صلی الله علیه و سلم واضح ساختن. اما اینها نه از اصول حدیث چیزی میفهمند، نه از علم جرح و تعدیل چیزی میفهمند که این هم شاخه از علم حدیث، از اصول حدیثه. نه اینها از مسائلی که در صحت و سقم حدیث مراعات میشه میفهمند، و نه هم رجال را میشناسند. فقط هوایی حرف میزنن، هر چی که به دهانشان آمد میگن. و جالب اینه که قرآن کریم را از همان راویانی که حدیث را روایت کردن قبول میکنن، اما وقتی در بخش حدیث میرسن نمیگه اینها را آدمهایی بودن روایت کردن. خب جان من، همین قرآن کریم که از هوا برای تو که نازل نشده، از آسمان برای تو که نازل نشده، به همین رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. همین رسول الله که حدیثش را قبول نداری، و همون رسول الله صحابه از ایشان فرا گرفتن و صحابه، شاگردان صحابه از صحابه فرا گرفتن الی تا زمان ما. و حدیث پیامبر علیه السلام به همین ترتیب متداول بوده. یکی را رد میکنه، یکی را تایید میکنه، چون هدف نمیفهمه، خودش هم نمیفهمه چی میگه. خودش هم نمیفهمه که چی میگه. و این واقعا در داوره، یعنی در میان جوانان مسلمان. و من ان شاء الله در این برنامه سراب شبهات به این مباحث میپردازم. روی فرقه قرآنیون یا پرویزی ها یا جماعت اسلامی که امروز در آمریکا، در برخی از ایالات متحده آمریکا، ولایات متحده آمریکا و در آلمان و برخی از کشورهای دیگر که من خبر دارم
که قادیانی ها نام عوض کردن و به نام جماعت احمدیه، جماعت احمدیه به سرعت کار میکنن، شبکه دارن و اذهان و افکار جوانان و مسلمان را به سمت سوی بیدینی و سمت سوی دشمنی با پیامبر صلی الله علیه و سلم میکشانند. اگرچه ادعا نمیکنن که ما دشمن پیامبریم، ولی واضحه. یا پرویزی هایی که امروز در آمریکا به صورت خیلی منسجم کار میکنن و حتی چند وقت پیش قرآن کریمی ترجمه کرده بودن به نام قرآن پاک، ترجمه کرده بودن، البته بر اساس همون فکره باطل خودشان که اینها هم شاخه از قرآنیون هستند، یعنی فرقه قرآنی که خودشان را قرآنیون مسما میکنن و ان شاء الله من به هر کدام از اینها میپردازم. حالا به صورت کلی این مبحث را مطرح کردم. دوستان عزیزم، آشفته ساختن عقاید مردم و ترزیق باطل و ترزیق افکار وارداتی در اذهان مسلمانان و در اذهان جوانان یکی از برنامه‌هایی است و یکی از اهدافی است که در قالب جنگ‌های فکری قرار گرفته و جنگ فکری وقتی که طرحش را ریختانده، یکی از اهدافش و یکی از مقاصد مهمش همین بوده. چی؟ این که افکار آشفته بشه، مسلمان ها نسبت به اسلام، نسبت به دین، نسبت به باورهایشان، نسبت به رسوم اسلامی و ملیشان چیکار بشن؟ بیگانه بشن که هیچ، بلکه نسبت به آنها در ذهنشان شک به وجود بیاره، به هر چیز شک بکنه. خواهر مسلمان ما را با افکار عجیب و غریب او را به شک میاندازن که بله اسلام برای تو حق نداده و نمیدانم اسلام برای تو نیم حق را داده و اسلام نمیدانم شهادت تو را قبول نمیکنه و نصف مرد هستی تو در جامعه اسلامی و از این حرفا که من ان شاء الله به هر کدام از اینها به تفصیل در آینده صحبت میکنم. همه اینها سراب هست، همه اینها سراب هست و حقیقت نداره، ریشه در حقیقت نداره و خلاف آن چیزی است که امروز در جوامع اسلامی توسط تنصیری ها، مبشرین مسیحی، خاورشناس ها یعنی مستشرقین و شاگردانشان و کسانی که حرفه های اونها را تکرار میکنن و در مدارس اونها درس خواندن و از کتاب های اونها متأثرند، زیر نامهای مختلف و زیر به هر حال پرچمهای مختلف و زیر پوشیشهای مختلف کار میکنن. توسط اینها این شبهات مطرح میشه و هر روز سمپاشی میکنن از طرق مختلف و از وسایل مختلف و از ابزار مختلف، شبانه روز کار میکنن و میطلبه که شبانه روز بر علیه اینها دوباره کار بشه. من واقعا تعجب میکنم. در یکی از کتابها خواندم در مورد یک تبشیری، در مورد یک مسیحی، یک دعوتگر مسیحی که بعداً مسلمان شد. این داستانش را میگفت که من یعنی میگفت بعضی از مبشرین و بعضی از کسانی که به دعوت مسیحیت میپردازن و تنصیر میکنن، میگفت که اینها تمام عمر خودشان را وقف میکنن برای این کار. یعنی تمام عمر از خانهش خارج میشه، تمام عمر در گوشه گوشه دنیا تا جایی که توانش باشه و تمویل میشه از طرف کلیسا، فقط دعوت میکنه به سوی مسیحیت. شما تصور کنید که حجم تهاجم و حجم جنگ فکری چی اندازه است و چی افرادی تمویل میشن و چی افرادی سرسپرده‌ای در این را کار میکنن. اما در برابر، ببخشید من واقعا این را از ته دل میگم، وقتی در برخی از، همه را نمیگم، دعوتگران مخلص، دعوتگران خوب، دعوتگرانی که فی الله و بالله کار میکنن، هدفشان فقط رضایت الله و هدفشان فقط رساندن دین الله و هدفشان فقط دفاع از سنت و دفاع از قرآن و دفاع از اسلام، بحث اونها جدا، اونها را بگذارید کنار. ولی افراد دیگری هستند که متاسفانه نان میخورن به نرخ روزگار، حرف میزنن با آنچه که مردم بپسندن، از جانشان میترسن، از مالشان میترسن، از تمام چیز میترسن، حرف نمیگن، حقایق را برای مردم بیان نمیکنن
جرأت این را نمی کنن که یک کلمه بگن که مبادا من را بکشن، مبادا برای من مشکلی ایجاد بشه، مبادا کارم از من گرفته بشه، مبادا من گرسنه بمانم و بمیرم از گرسنگی. و والله قسم اینها را الله متعال میپرسه. حجم دشمن، حجم تهاجم فکری و حجم کار دشمن را ببین و در برابر حجم کار برخی از به اصطلاح دعوتگران اسلامی را ببین. اما یقینا اسلام دینیه که در برابر همه این نابسامانی ها، در برابر همه این چالش ها و تحدیات ایستاده و این قوت اسلام را نشان میده. سبحان الله. هر دین دیگری غیر از اسلام می بود یقینا و بدون شک و تردید از آن اثری هم باقی نمی ماند. ولی جالبه تمام این افکار وارداتی و تمام این افرادی که با این شدت و غلظت و با این حجم کاری کار میکنن بر علیه اسلام، اما نه این که نتوانستن به اسلام ضربه‌ای وارد کنن، نه این که نتوانستن اسلام را از دایره دنیا بکشن بیرون، بلکه اسلام هر روز در حال گسترشه. بلی به عنوان یک چالش کارهای اونها در برابر فکر جوان حساب میشه، ولی در برابر اسلام نه. جرأت گفتگو در برابر اسلام را ندارن اینها، توان مبارزه در برابر اسلام را ندارن، بلکه در طول تاریخ بعد از شکست جنگ‌های صلیبی که جنگ‌های فکری آهسته آهسته شروع میشه، با هر پوششی آمدن، با هر پوششی، با هر لباسی، با هر نامی، نام‌های مختلف، نام‌های متعدد برای مبارزه با اسلام، چی در زیر پوشش اسلام و پوستین اسلام خودشان را پنهان کردند و چی علنا بر علیه اسلام کار کردند. اونها نابود شدن، از بین رفتن، اثرشان باقی نماند، ولی اسلام هم چنان باقی است و همچنان بالا میره. و کلمت الله هی العلیا. این بشارت الله و کلمت الله هی العلیا. کلمه الله و کلام الله و دین الله همیشه بالاست. همه نابود میشن ولی اسلام باقی میمانه. اسلام باقی میمانه. خب به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، اجازه بدید که یک میان برنامه بگیریم. بعد از میان برنامه دوباره برمیگردیم و بحثمان را انشاءالله ادامه خواهیم داد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. آیا گمان می کنید وارد بهشت می شوید حالان که هنوز حالت آنان که پیش از شما گذشتند بر سر شما نیامده است؟ مشکلات و سختی های زیادی به آنان رسید و به قدری گرفتار ناراحتی و آشفتگی شدند که پیامبر و مؤمنانی که با او بودند می گفتند یاری پروردگار چه زمانی خواهد آمد؟ آگاه باشید که یاری الله نزدیک است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي
و عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز و گرامی، بله، درباره اهداف شومی که اینها در کشورهای اسلامی دارند که چرا طرح جنگ فکری برا میفته، حقیقتا و بدون شک و تردید یکی از اینها را بیان کردیم، قضیه آشفته ساختن افکار و اندیشه ها و عقاید مسلمان هاست و در جایگزین کردن افکار پوچ و افکار فرسوده‌ای که خودشان دارند در میان کشورهای اسلامی و در میان مسلمانان. دوستان عزیز و بزرگوارم، یکی دیگر از اهدافی که اینها پیگیری میکنن این است که همون افکار منحرف و افکار منحطی که قبل از آمدن اسلام در زمان جاهلیت وجود داشت، آن را در جامعه اسلامی دوباره حاکم بسازند و در این را بسیار تلاش کردند و تلاش میکنند، شبانه روزی برای آن تلاش میکنند. مثل ملیتگرایی، ناسیونالیزم، مثل فاشیسم، قومپرستی. به عنوان مثال میگم این دوتا را. امروز این حالت در میان مسلمان ها به وجود آمده. اگر برادر مسلمان ما ایرانی باشه، با برادر افغانی خود سرساز کامل نداره. برادر افغانی ما نسبت به برادر ایرانی دید بد داره. برادر افغانی نسبت به برادر تاجیکی و تاجیکی نسبت به افغانی، البته همه را نمیگم دوستان عزیزم، همه را نمیگم و الحمدلله کسانی هستند که این افکار را انداختن دور و واقعا اسلام را به معنای واقعی کلمه قبول کردن و قبول دارن. اما ملیتگرایی، ناسیونالیزم، این واقعا یک طرز دیدگاه و طرز تفکر جاهلی است. اگر از کشور من بودی برادر منی، از کشور من نبودی دشمن منی. از کشور من بودی میخوای مسلمان باش، میخوای غیر مسلمان باش، میخوای هر انسانی که میخوای باش، هر طوری که میخوای باش، فقط از کشور من باش. از همین جغرافیایی که من زندگی میکنم تو در آنجا باشی، از همین حدود و مرزی که من در آن زندگی میکنم باشی، عزیز من هستی، دوست من هستی، برادر من هستی، و الا اینکه نیستی، هر کس میخوای باش. و متاسفانه این اولا در میان عرب ها شروع شد، این ملیتگرایی در میان عرب ها شروع شد، در میان ترک ها شروع شد و بعد آمد به همین ترتیب امروز در ماوراءالنهر و در کشورهای آسیایی مثل افغانستان، مثل ایران، مثل تاجیکستان، ازبکستان، نمیدانم همین کشورهایی که به هر حال حالا زبان ما رو میفهمن، بیشتر حرف ما همینه نسبت به این افراده. غافل از این که الله متعال میگه انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادرن. نگفته که ایرانی ها با هم برادرن، نگفته افغانی ها با هم برادرن، نگفته تاجیک ها با هم برادرن، نگفته فلانی ها با هم برادرن، گفته انما المؤمنون اخوه. اگر مسلمانی خب باید با مسلمان برادر باشی. و این که ما ملت شدیم، این که قوم شدیم، برای شناخت هست، نه برای افتخار کردن، نه برای حد که حرمت کردن برای دیگران. این همان طرز اندیشه جاهلی است، چون مسلمان ها را از هم دور میکنه. من گفتم برایتان به صورت کلی جنگ فکری آغاز شده برای بقا و برای سیطره استعمار. متوجه شدید؟ برای بقا و سیطره استعمار. خب از این طریق استعمار نفع میبره، اختلاف انداز، حکومت کن، آب را گلالود کن و از آب مایی بگیر. این یک ضرب المثل هایی که واقعا عملی شده دوستان عزیزم، عملی شده. الله متعال در قرآن عظیم و شان خیلی واضح میگه، خیلی آشکار، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا.
ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای مردم، ما شما را از یک پدر و مادر آفریدیم و جعلناکم شعوبا و قبائل، شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم. لتعارفوا، تا همدیگر را بشناسید. برای تفاخر، برای افتخار کردن نیست که من والله افغانیم از همه برترم، نژاد من ایرانیه من از همه بهترم، نژاد من تاجیکیه من از همه بهترم. این گونه نیست. این در اسلام چنین دیدگاهی نیست برادران و خواهران بزرگوارم. به همین واسطه ناسیونالیست ها افکار گنجشکی دارن و طرز اندیشه ایشان حد و مرز داره، ولی مسلمان اندیشش طرز حد و مرز نداره. میگه هر جایی که باشه مسلمان برادر من است، چرا که الله گفته ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما در نزد الله، گرامیترین شما در نزد الله با تقواترین شماست. این با تقوا میخواد در آمریکا باشه، این با تقوا میخواد در عربستان باشه، این با تقوا میخواد در تاجیکستان باشه، این با تقوا میخواد در ایران باشه، در افغانستان باشه، در پاکستان باشه، در هر گوشه دنیا که باشه. برادر من است، عزیز من است، پاره تن منه. چون مسلمان ها با هم یک جسد واحدند، مؤمنین با هم یک جسد واحدند. این دیدگاه اسلامیه. ولی طرح این دیدگاه در میان مسلمان ها و انتشار این دیدگاه در میان مسلمان ها و طرح و نقشه‌ای که جهان غرب برای منزوی کردن مسلمان ها، برای جدا ساختن مسلمان ها، برای مرزبندی در میان مسلمان ها، برای جدا ساختن و منفصل کردن سرزمین های اسلامی از یکدیگر، این طرح کارساز شده و فکره ناسیونالیسم هم به شدت در میان مسلمان ها در حال گسترش و امروز ما میبینیم، خیلی واضح و آشکار میبینیم. گفتم به خدمتتان، عرض کردم، هر کس میگه همین جغرافیایی که من زندگی میکنم، هر کس در همین جغرافیا وجود داشته باشه، در همین حدود و مرزها وجود داشته باشه، بهترین انسانه. وطن پرستی، ملیت گرایی، ناسیونالیسم، همه اینها کلمات مترادف و کلمات متعفن و بدبویی است که در اسلام جایگاهی نداره. من از نقطه نظر اسلامی صحبت میکنم. من به عنوان یک مسلمان، شاید کسی یک ملیت گرا باشه من را متهم بسازه که تو چرا متعفن میگی. عزیز من، برادر من از دیدگاه اسلام صحبت میکنم. به من باید اجازه بدی که من نظر اسلامی رو بگم برای مسلمان ها. تو که به یک دین دیگری هستی، به یک کیش دیگری هستی، با فکر من مخالفی، اون به خودت مربوطه. ولی من از نظر اسلامی این را متعفن میدانم، مخالف قرآن میدانم، پوچ میدانم، فرسوده میدانم. امت اسلامی را تکه تکه کرده، پارچه پارچه کرده. چون ما داریم متاسفانه، یعنی خیلی زیاد شده که من حرف زدم، مثلا من و امثال من برای جوانان مسلمان حرف میزنیم، یک بار یک مسیحی میه، یک بار یک دین ستیز، یک بار یک کسی که آتیست میه بر علیه ما. چرا شما برای ما تعیین تکلیف میکنید؟ ما که طرف مقابل ما شما که نیستید. هرگاهی که باز بر علیه شما صحبت کردیم، از منطق خودتان صحبت میکنیم. ولی فعلا طرف مقابل ما مسلمان ها هستند، مسلمان هایی که به قرآن باور دارن و قرآن میگه انما المؤمنون اخوه. قرآن میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. قرآن میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ما آیات قرآن رو برای مردم میگیم. فکره ناسیونالیسم ان شاء الله در جایش به این فکر هم میپردازیم. اولین کسی بود این را به وجود آورد. یک فکره دیگری وجود داره به نام نجات پرستی. میگه چون نژاد من افغانیه من از همه برترم، چون نژاد من چون نژاد من مثلا از فلان قومه من بهترین هستم، چون نژاد من از همین ملیت، از همین مردمه من بهترینم. که تقریبا اینها با هم تشابه داره دوستان عزیزم. نجات پرستی با ملیت پرستی تشابه داره و نجات پرستها، ملیت پرستها غالبا نجات پرستن، ولی بیشتر نجات پرستی به قوم برمیگرده، به تیره ها برمیگرده، به شاخه ها برمیگرده. چون من از فلان قومم من بهترینم. مثلا
امروز در ایران به عنوان مثال اقوام مختلف زندگی میکنن، اقوام متعدد زندگی میکنن. هر قوم میگه من برترم، میگه من برترم، زبان من برتره، نژاد من برتره، جنسیت من برتره، از همه باید برتر باشه و دعوت میکنه به سوی این، سوی قوم پرستی، سوی نجات پرستی. شما هم نژاد من هستید، هم قوم من هستید، باید از من دفاع کنید. من کافرم، مسلمانم، هر بلایی که هستم باید از من دفاع کنید. خلاص تمام، بحث تمام میشه، باید از من دفاع بکنی. و ببینید شما چی وضعیتی را در کشورهای اسلامی پدید آورده. یا مثلا در افغانستان اقوام زیاد و اقوام متعدد زندگی میکنن، اقوامی که خیلی زیاد تعدادشان، و هر کس میگه من برترم، قومیت من میگه بهتره، نژاد من برتره، زبان من برتره. نعوذ بالله، نعوذ بالله. در حالی که برمیگردیم با آیه قرآن، الله میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و پدید آمدن زبانهای مختلف و معنای برتری دادن نیست که چون فلانی به زبان پشتو مثلا صحبت میکنه، فلانی مثلا بلوچی صحبت میکنه، فلانی فارسی صحبت میکنه، فلانی ازبکی صحبت میکنه، فلانی فلان صحبت میکنه، معنای برتریت او باشه. ابدا ابدا. زبان به انسان جایگاه نمیده، زبان به انسان برتری نمیده، بلکه اون عملش هست و تقوایش هست که برای او تقوا میده، برای او پرهیزگاری میده. که انشاءالله من در مباحث بعدی بیشتر به این موضوع زبان ها میپردازم، چون یکی از قضایایی که امروز جنگ فکری برا انداخته قضیه از بین بردن زبان عربی و به وجود آوردن زبان لاتینی هست که انشاءالله به جای آن میپردازیم. یا از بین بردن رسم الخط عربی و مبارزه کردن با رسم الخط عربی، نه با عرب ها بلکه با خود عربی، زبان عربی، که این هم ریشه داره در جنگ فکری و تهاجم فکری که انشاءالله من در جایش با آن میپردازم انشاءالله. ولی حرف ما اینجاست دوستان عزیز و بزرگوارم، در اسلام عزیز از هر قومی میخوای باش، از هر نژادی میخوای باش، از هر ملیتی میخوای باش، از هر رنگ و پوستی که میخوای باش، با هر زبانی که صحبت میکنی، به هر شکل و قیافه‌ای که هستی، فقط چیزی که مهمه تقوا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو لهب کاکایشان هست، ولی درباره‌اش سوره نازل میشه تبت یدا ابی لهب و تب، و از سرسخت‌ترین دشمنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، از سرسخت‌ترین دشمنان پیامبر هست. جایگاهش جهنمه، کاکای پیامبره ولی جایگاهش جهنمه. در برابر بلال از حبشه محبوب پیامبره، سلمان از فارس محبوب پیامبره، عزیز دل پیامبره، نور چشم پیامبره، تا جایی که رسول الله علیه السلام میگن سلمان از مای اهل بیته، یعنی به خاطر که او را نزدیک بکنن، به خاطر اینکه او را برای خودشان نزدیک بکنن. و هر کدام از اینها، هر کدام از صحابه رضوان الله علیهم اجمعین، در میان اونها فقیر، مسکین، از اقوام مختلف، از شهرهای مختلف، از کشورهای مختلف، از نژادهای مختلف، اما همه با هم الله با یک صدا میگه انما المؤمنون اخوه. هر کس که ایماندار باشه با اینها برادره، اینها یک طایفه هستند و یک گروه هستند و یک مردمن و یک ملتن، همه ملت مسلمانند. و به همین ترتیب الله سبحانه و تعالی میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اینها را زیر یک پرچم جمع میکنه، زیر یک پرچم اینها را جمع میکنه، زیر یک فرماندهی اینها را جمع میکنه. ولی در برابر ابو لهب کاکای پیامبر میره به جهنم، دربارش سوره نازل میشه و تا زمانی که قیامت برپا بشه این سوره خوانده میشه. کاکای پیامبر ابو لهب، ولی حال او اصلا هیچ نفعی نکرد کاکا بودن برای رسول الله علیه السلام. و به همین ترتیب دوستان عزیز و بزرگوارم، اسلام عزیز این دیدگاه ناسیونالیزمی
و دیدگاه فاشیزمی را رد میکنه. اسلام عزیز دینی است که همه مسلمان ها را در یک جا جمع میکنه و همه اونها را امت واحد میدانه و همه اونها را زیر یک پرچم جمع میکنه. و این صداها یا ناشی از جهل، صداهای دعوت به سوی ناسیونالیسم، دعوت به سوی فاشیسم، یا ناشی از جهل و نادانی و یا هم پروژه دشمنه برای از بین بردن مسلمان ها. اونهایی که پروژه ای کار میکنن امت اسلامی بشناسید اینها را، چهره های منافقانه اینها را بشناسید و نقابه هایی که اینها در چهره انداختن، نقابه ها اینها را کشیده و اینها را در جامعه رسوا بسازید. اما کسانی که این صداهایشان و دعوتهایشان از روی جهل و نشأت گرفته از نادانیشان نسبت به اسلام، بر اونها میگم که قرآن عظیم الشان شما را صدا میزنه و قرآن عظیم الشان واضح میگه انما المؤمنون اخوه. قرآن واضح میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما در نزد الله با تقواترین شماست. چی از قوم شما باشه چی نباشه، چی از کشور شما باشه چی نباشه، چی از سرزمین شما باشه و چی نباشه. و قرآن صدا میزنه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. همه شما بر اسمان الله چنگ بزنید و محکم بگیرید. ولا تفرقوا، و در میان خود تفرقه به وجود نیارید. المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمانه. این نداعات قرآنی و نبوی را آویزه گوشتان کنید و دست بکشید از انتشار و از تبلیغ و دعوت به سوی ناسیونالیسم و همچنین به سوی فاشیسم. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، من به همین مقدار اکتفا می کنم و به هر حال اهداف دیگری هم هست که برخی از این اهداف را من ضمنی به هر حال صحبت می کنم و ان شاء الله در آینده ما به تفصیل بیشتر در این مورد صحبت می کنیم ان شاء الله. و هر کدام از این اهداف که می پردازیم تفصیل بیشتری، چون درباره جریان های فکری که امروز به وجود آمده صحبت می کنیم، من از خدمت شما دوستان عزیز و بزرگوارم اجازه می گیرم که یک میان برنامه ببینیم. بعد از میان برنامه ان شاء الله شماره زیرنویس میشه و اگر عزیزانی تقاضای صحبت داشته باشند در خدمت دوستان خواهم بود و الا اینکه از خدمت شما رخصت خواهم شد. یک میان برنامه میبینیم و برمیگردیم. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر حجاب، به خاطر حفظ عفت دستورهای جنبی هم داد. فرمود هیچ مردی با هیچ زنی تنها نباشند، تنها ننشینند، در یک اتاق نباید باشند، اگر ضرورتی شد خلوت نباید باشه. فرمود اگر یک مرد بیگانه با یک زن بیگانه در یک جا به سر ببرند، سومینشون شیطان است، ابلیس است. هرچند اینا ادعای پاکی کنند که ما بر خود مسلطیم، ما بر دلهایمون و بر نگاهمون کنترل داریم، ما پاک شدیم، تزکیه شدیم، نخیر. پیغمبر اسلام فرمود اجازه ندارند. و همچنین فرمود هیچ مرد، هیچ زنی حق ندارد بدون محرم شرعی به مسافرت برود. مسافرت حج باشه، مسافرت عمره است، عبادت حج فرضه، عمره هم در بعضی صورت واجبه، سنت بیت الله، زیارت بیت الله. این حاجی هم میره به عمره و اون مرد هم میره، زن هم میرود به عمره. زن حق ندارد به مسافرت عمره برود. حالا بعضی از صورت ها هست که یه استثناءاتی بعضی از ائمه در شرایط خاصی قائل شدن، ولی بسیاری از ائمه من جمله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در هیچ حالی اجازه نداد، حق نداره زن بره.
وقتی نباید بره به سفر حج، نباید بره به سفر عمره، این زن چطوره میتواند برای تفریح با عده‌ای که حالا فامیلش هم باشن، حتی برادر شوهرش هم باشه، حق ندارد برود به سفری که 3 روزه و در یه روایتی 1 شبانه روز باشه. این چرا؟ به این خاطره که زن همیشه مسئولیت بیابد، عفتش محفوظ شود. الحكمة ضالة المؤمن. عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. امیدوارم که در هر جای هستید در پناه الله متعال سبحانه و تعالی باشید. 2 تا از اهداف مهم و اساسی که به هر حال توسط جنگ‌های فکری در میان مسلمان ها منتشر میشه به خدمت شما عزیزان و بزرگواران صحبت کردم و عرض نمودم. حالا نوبت شما عزیزان، اگر عزیزانی که تقاضای تماس داشته باشن و حرفی داشته باشن، انشاءالله که حرفایشون را میشنویم و شماره زیرنویس شده. اگر عزیزی تقاضای صحبت داشته باشه، وقت برای عزیزان خواهد بود و میتونن که به صورت مستقیم و زنده با ما در تماس بشن و صحبت بکنن و حرفایشان را مطرح بکنن و به هر حال اگر سوال پیرامون آنچه که مطرح شد داشته باشن و یا هم تعلیق روی حرفای من داشته باشن و صحبت روی حرفای من داشته باشن، انشاءالله در خدمت هستم و به سوالات عزیزان و پاسخ خواهم داد و حرفای عزیزان را خواهم شنید. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، هدف از طرح این مباحث و این موضوعاتی که ما مطرح کردیم حقیقتا و بدون شک و تردید بیداری دادن و یا به شکل بگم هشدار دادن هست برای امت اسلامی و برای جوانان مسلمان. چون من میبینم واقعا برخی از جوانان مسلمان ما، حتی کسانی که اهل مطالعه هستند و اهل یعنی سر و کار دارن با مطالعه و با کتاب و با به هر حال در مجامع، به هر حال در جاهای بزرگ ماشاءالله منصب دارن، جایگاه دارن، ولی وقتی میبینیم که در این قضایا وقتی داخل میشن ناخواسته گاهی اوقات برنامه‌های دشمن و اهداف دشمن را پیگیری میکنن و همون اهدافی که دشمن در حال اجرا هست بر علیه مسلمان ها و هدف او هم مشخصه، همون اهداف را خاصتا اجرا میکنن و همون اهداف را خاصتا انجام میدن بدون اینکه بفهمه به هر حال در کدام راه روانه و چی کار انجام میده و نباید کارهایی را انجام بده، کارهایی را انجام میده و نباید کارهایی را بکنه و متاسفانه این کارها را میکنه. و به هر صورت آنچه که مهم جوان مسلمان در یک بیداری قرار بگیره و دوست دشمنش را بشناسه و اهداف دشمنش را تشخیص بده. چون زمانی انسان میتونه که با دشمن مبارزه بکنه که اهدافش را بفهمه و نکات ضعف دشمن را هم بفهمه. و دشمن ما امروز همین کار را کرده، ما را آمده درست مطالعه کرده و نکات ضعف ما را میفهمه. مثلا میفهمه که در افغانستان باید از چی راههای داخل بشه، در ایران باید از چی راههای داخل بشه، در تاجیکستان باید از چی راههای داخل بشه، جوانهایی که در کشورهای آمریکایی و اروپایی هستند باید از چی راههای داخل بشه. یعنی هر کس مثل همان شیطان، مثل شیطان اینها خب الهام میگیرن از طرف شیطان و شیطان با اینها ارتباط داره، شیطان به اینها ارتباط داره و شیاطین جن به شیاطین انس چیزهایی یاد میدن که امام ابن جوزی رحمه الله کتاب نوشته به نام تلبیس ابلیس. بعد بعضی از گروه ها میاره، بعضی از افراد میاره که شیطان چگونه با انسان تلاعب میکنه، بازی میکنه، از چی راههایی بر انسان داخل میشه. یا امام ابن قیم رحمه الله برخی از راههای مثلا در کتاب مدارج السالکین ذکر میکنه،
ذکر میکنه که شیطان از چی راههای داخل میشه و کتابهای دیگری که هر کدام از این ائمه بزرگوار به خصوص علامه ابن قیم رحمه الله نوشته و کتابهایش واقعا قیمه، کتابهایش واقعا بزرگه و کتابهایش واقعا با ارزشه. میایه مثلا برخی از راهها را میگه که شیطان راههای دخول و راههای نفوذ شیطان در انسان فرق میکنه. یعنی راهی که در من پیدا میکنه، در من فاتح پیدا میکنه، شاید در شما پیدا نکنه و راههایی در شما پیدا میکنه که در من پیدا نمیکنه. از هر انسان به طریقه خودش و به شکل خودش و طرز و اندیشه خودش شیطان داخل میشه. راههای مختلف داره برای گمراه کردن و اغوا نمودن مسلمان ها و به همین ترتیب شیاطین انسی، اینهایی که جنگ های فکری را برای انداختن، میدانند که مثلا میدانند که مثلا مردم افغانستان به عنوان مثال از چی راهی به طرف ما کشیده میشن و از چی راهی مبتلا میشن به این امراض مثل به هر حال ناسیونالیسم و فاشیسم و اینها. و به همین ترتیب مردم ایران، کسانی که در جغرافیای به نام ایران زندگی میکنن، اینها از چی خصوصیات برخوردارن و چگونه باید با اینها برخورد بشه، از کدام را باید ما داخل بشیم و از کدام را باید این کار صورت بگیره. و شیاطین جنی هم بدون شک که در این باره کار میکنن و تلاش‌های فراوان دارن. و به همین ترتیب مردم و ملت تاجیکستان، باز اونها یک جغرافیای به نام تاجیکستان در اونجا باز با اونها یک برخورد دیگری داره. خلاصه هر کدام در هر جایی که هستن، هر کس در هر جایی که هست، این شیاطین میفهمن، این شیاطین انسی مطالعه میکنن. میدانید یعنی کشورهای غربی قبل از اینکه یک کشور را استعمار بکنن و خواسته باشن که برنامه‌های خودشان را اجرا کنن، این گونه نیست که هوایی همین رقم بیان داخل بشن و به هر حال نه، فکرایشان را میکنن. پژوهشگر دارن، دانشمندانی دارن در این باره، پژوهشگران جامعه شناسی دارن، پژوهشگران انسان شناسی دارن. این مردم را مطالعه میکنن، فرهنگ آنها را مطالعه میکنن، رسم و رسوم آنها را مطالعه میکنن. بعد از این مطالعات میفهمن که باید ما از چی راه داخل بشیم که این مردم را به هر حال به جان هم بیاندازیم و اونها را مبتلا بسازیم به امراض سرطانی و امراض کشنده مثل ناسیونالیسم و مثل فاشیسم و امثال هم امراض دیگری که وجود داره. و اینها در واقع امراض فکری هست، امراضی است که در فکر انسان و در نهان انسان و در درون انسان جای میگیره و در وجود بعضی ها جای گرفته. به امید این که الله متعالی اینها را شفا بده و امت اسلامی را که بدون شک بهترین دوا همان اسلام و بهترین دارو و بهترین وسیله‌ای که اینها را شفا میده حقیقتا اسلام و بازگشت به اسلام واقعی و اسلام حقیقی و اسلام محمدی صلی الله علیه و سلم می باشه. الله متعالی اینها را شفا بده توسط اسلام، توسط داروی اسلام، و ما را هم الله متعالی وقایه بکنه از شر این فتنه هایی که امروز در میان برخی از ملت های مسلمان و برخی از جوامع و مجامع اسلامی وجود داره. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، من از این بیشتر در خدمت شما عزیزان نمیتونم باشم. به هر حال اجازه بدید که از خدمتتان رخصت بشم تا برنامه بعدی و دیدار بعدی. تشکری میکنم از تمام دوستانی که به هر حال حوصله‌مندی از خودشان به خرج دادن و حرفایم را شنیدن و امیدوارم که الله متعالی توفیق عمل اولا برای من و بعد برای تمام بینندگان و شنوندگان عزیز بده. و تشکری دیگری دارم ویژه و خاص از آقا احمد عزیز، کارگردان گرامی، و فرید جان و تمام عزیزانی که با ما به شکل از اشکال همکار بودن. الله سبحانه و تعالی در عمر و در وقت همه برکت بده. تا برنامه بعد و دیدار بعد همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله متعال یار و مددگار همه من و شما باشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.